جانبازی تیر خورده، روشن کنید. به زخم تیر نه دق کرده مرده. به او گفتن تو رفتی جبهه بی خود، مگو از جبهه این حرفا دگر مرد. تمام شد هرچه بود و هرچه کردی، مکن صحبت ز جانبازی و مردی. کنون کش دگر آن روزها پایان گرفته، کنون کشور سر و سامان گرفته. نه جنگی و نه توپی و نه تانکیست، تمام صحبتا حرفای بانکیست. کنون صحبت ز پول است و دلار است، ز دنیا حرف بزن دل بیقرار است. مگو از جبهه این حرفا قدیمی است، مگو از آسمان حرفا زمینی است. عجب رسمی شده عجب رسمی بود رسم زبان ها، رفیقان میخورن زخم زبان ها. چه زخمی بدتر از زخم زبان است، درون سوز است و دردش در نهان است. چه زخمی بدتر از زخم پر از نیش، ز نامردان نافهم بداندیش. کجا جانباز نابینا ز دیده، ز بی چشمی به آسایش رسیده. کجا ویلچر نشین قطع نخایی، بود آسوده از بی دست و پایی. کجا آن شیمیایی جوان مرد، بخوابد یک شبی آسوده از درد. پیام من به جانبازان چنین است، یقینا جایتان عرش برین است. صبوری شما بر ما عیان است، چون میبینی چه حاجت بر بیان است. شهیدان رفتن و نزد خدایند، یقین بر حالتان غبطه نمایند. چون میدانند چه دردها که کشیدید، عزیزانم شما هر دم شهیدید. ندیدم هیچ کس را هم قدتان، همه خوبید حتی آن بدتان. اگر عمری به دورتان بگردند، اگر عمری به دورتان بگردند، به والله تازه هیچ کاری نکردم. یا حسین ابن علی ورد زبانم باشد. این حسین است که آرامه جانم باشد. هر که با عشق حسین فکر و خیالی دارد، نوکری بر در این خانه چه حالی دارد. خوشترین حال همین است که از او یاد کنیم، بر سر ظلم و ستم یک سره فریاد کنیم. مجلس روضه او ولوله برپا بکند، قامت ظلم و ستم را ز کمر تا بکند. مجلس روضه او درک حضور میخواهد، فهم و فهمیدن این روضه شعور میخواهد. مجلس روضه او حضرت صاحب دارد، بردن نام حسین سجده واجب دارد. نوکر او شما چقدر قشنگ نوکری کردی به امام زمان، چقدر قشنگ نوکری کرد. نوکر او سلطنت و فخر من است، بی حسین ابن علی کل جهان قبل من. این دو بیت کربلا یک نقطه اش حساس بود، معرفت بالاتر از احساس بود. کربلا یک نقطه اش حساس بود، معرفت بالاتر از احساس بود. حال میخواهی بیابی معرفت، آب والله تشنه عباس. احسن، ماشاءالله ماشاءالله.